سلام، من بهار هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. بعد از یک غیبت طولانی مدت من برگشتم با یک عالمه ویدیوهای عالی و کاربردی. اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم از همه شما عزیزان دلم که توی این مدت غیبت من با کامنت هایی که زیر ویدیوها میگذاشتین بهم انگیزه دادین که دوباره برگردم و پرقدرت کانال یوتیوب یوگای فارسی رو ادامه بدم. خب هدیه من به شما یه عالمه ویدیوهای عالی و کاربردیه و اولین ویدیوی فوق‌العاده‌ای که می‌خوایم با هم دیگه تمرینش بکنیم انعطافه. چرا که انعطاف یه چیز ضروری و لازم برای همه است. یعنی اصلا مهم نیست که شما دلت میخواد 180 بزنی، دلت میخواد 180 نزنی، اصلا مهم نیست. همه ما برای اینکه یه بدن سالم داشته باشیم و کمر درد و پا درد و زانو درد و گردن درد و خلاصه همه چی درد نگیریم، نیاز داریم که یک انعطاف بسیار خوبی توی عضلات و مفاصل همه اندام‌های بدنمون داشته باشیم تا بدن ما بتونه یک کار سالمی انجام بده. من سعی میکنم که این ویدیوها رو 15 دقیقه‌ای آموزش بدم که همه شما بتونید قبل از روز کاریتون، بعد از روز کاریتون و هر زمان که دلتون خواست باهاش تمرین بکنید. اگر که بدن خیلی خشکی دارین و تازه میخواین تمرینات یوگا رو انجام بدین، این ویدیو شک نکنین که برای شما عالیه. اگرم در سطح پیشرفته هستین و میخواین روی تمرین 180 کار بکنین، این تمرینات میتونه به عنوان یه تمرین وارماپ یا گرم کننده یا عالی قبل از تمرین 180 تون باشه. پس برای همه عالیه. وقت رو تلف نکن، بزن بریم متتو بیار تمرین کنیم. خب من اومدم با متم و 2 تا آجر یا بلاک یوگا. شمایی که یوگا کار میکنین میدونین که این آجرهای یوگا از وسایل لازم و مورد نیاز توی تمرینات یوگاست. خیلی کاربردیه، خیلی بهمون کمک میکنه که حرکاتمون رو خوب و درست انجام بدیم و خیلی هم ارزونه. همه جا میتونین پیداش بکنین. فقط کافیه یه سرچی توی اینترنت بکنین و بزنین آجر یوگا، ببینین که یه عالمه سایت فروشگاهی براتون باز میشه یا از همه فروشگاه‌های لوازم ورزشی میتونین تهیه بکنین. قیمتش اصلا گرون نیست، خیلی ارزونه و ماندگاری بالایی داره. یعنی شما میتونید 2 تا بلاک یوگا برای خودتون بگیرید و سالها ازش استفاده کنید. من این بلاک‌ها رو 10 ساله که دارم ازش استفاده میکنم و هنوزم که میبینید سالمه. خب به اینجا روی پاشنه‌های پات بشین. اگر که نشستن توی این حالت برات سخته، یه دونه از این بلاک‌ها رو بذار بین پاشنه‌های پات، اینجا یکم بشین. پشتتو صاف نگه داره، با من چند تا نفس بکش. دم، بازدم. دستاتو حرکت بده، بذار که با هر دمت هوای بیشتری بیاد توی بدن، توی ریه‌هات. بازدم. این تمرین خیلی عالیه. دم، بازدم. یه بار دیگه دم و بازدم. حالا دستاتو بکش بالا، کشش رو نگه دار. میکشم بالا، نگه میدارم. 1 دم و بازدم. 2 دم و بازدم. 3 دم و بازدم. 4 دم و بازدم. 5 دست رو آزاد میکنم. دست راست میاد به زانوی چپم، دست چپ میاد این پشت. یه پیچ به بدنم میدم. آخ که چقدر این پیچ عالیه و کشش خیلی خوبی توی عضلات شکممون ایجاد میکنه. سرمو میچرخونم، عضلات گردنم هم کش بیاد. دوباره نفسمو ادامه میدم. دم و بازدم. میبینید که عضلات گردنم کاملا توی حالت کشش قرار گرفته. دم، بازدم. خیلی عالیه. دم و بازدم. حالا اول سرمو برمیگردونم، میام وسط. دوباره دم، دست رو میکشم بالا. دست چپ میاد به زانوی راست، این یکی میاد پشت. اول بدنمو میچرخونم، بعد سرمو میبرم به شانه پشتی نگاه میکنم. دم، بازدم. دم، بازدم. دم و بازدم. برمیگردیم وسط. یه نفس میگیریم و از وضعیت
پروانه شروع میکنیم که یه حرکت فوق‌العاده برای همه است. قبل از ویدئوی امروز بهتون بگم که برای انعطاف لگنه، یعنی اختصاصا میخوایم روی انعطاف فضای لگنمون کار کنیم که خیلی خیلی برای پیشگیری از کمردرد عالیه. پس من میام اینجا توی حرکتی که بهش میگیم حرکت پروانه یا باداکاناسانا، کف پاهامو به هم میذارم، دستمو قلاب میکنم، بعد اینجا قوز نمیکنم. خب سینه رو از بین بازوها میکشم بیرون، حالا با دم پا رو میارم بالا، با بازدم میارم پایین، دم بازدم، دو. من دوست دارم که توی بعضی از حرکات چشمامو ببندم تا بتونم تمرکزم رو بیارم روی بدنم، تمام توجهم رو بیارم روی مفصل لگنم و روی جریان انرژی که توی این بخش از بدن داره آزاد میشه. دم بازدم، یک گرمایی رو اینجا احساس میکنیم. دم بازدم، خیلی گرمای خوبیه. 7، 3 مرتبه دیگه میزنم. 8، 9 و 10. آروم قفسه سینه رو میکشم پایین، دوباره میام بالا. یک کشش فوق‌العاده‌ای داره. 2، دارم آروم آروم لگنم رو آماده میکنم. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. حالا میام پایین، اینجا نگه میدارم. همینطور که میبینید پشتم کاملا صافه و اصلا قوز نکردم. سینه رو میکشم بیرون. در این حالت عضلات پشت بالا تنم اونها هم توی حالت کشش قرار میگیرن. سرم توی راستای شونه ها، سرم رو نمیندازم پایین، میارم بالا میارم بالا، اینجا نگهش میدارم و دوباره چند نفس میمونم. دم و بازدم. وقتی که توی حرکت میمونیم به بدنمون این فرصت رو میدیم که بتونه خودش رو با کشش جدید هماهنگ بکنه. به خصوص توی تمرینات انعطافی مدت زمانی که ما میتونیم بدنمون رو توی حرکت نگه داریم باعث میشه که این طول عضله جدید بره توی حافظه مغزمون و مغز ما متوجه بشه که خب کشش جدید توی عضله این قدره و این فاصله رو توی مغز ثبت میکنه. دم بازدم، برمیگردم بالا، یه نفس پاهامو جمع میکنم. بعد از این کشش فوق‌العاده و عالی میام روی مت توی وضعیت مرجار. توی این وضعیت مرجار که میایم انگشتان دستمون رو باز میکنیم، بعد سر شونمون باید بالای کف دستمون باشه و زانوها توی راستای لگنمون باشه. به این ترتیب اول 5 تا دم و بازدم میگیرم تا یک کشش خوبی رو توی دنبالچه و لگنم ایجاد کنم. دم، سر بیرون، دنبالچه بیرون و بازدم. پشتم رو گرد میکنم. دم، سر بیرون، دنبالچه بیرون، بازدم. 3، دم، سر بیرون، دنبالچه بیرون، بازدم. 4، دم و بازدم. 5، برمیگردم وسط و حالا از اینجا پای راستم و دایره وار چرخش میدم. وای که چقدر این حرکت فوق‌العاده است برای سلامت لگنمون. به این حالت دایره وار حرکتش میدم. 1، 2، 3، 4 و 5. حالا برعکس، 1 جهت عوض میکنم. 2، 3، 4 و 5. پای راستم رو میذارم زمین و میام روی پای چپم. اول میکشمش بیرون. 1، 2، 3، 4 و 5 و بعد جهت عوض میکنم. 1، 2، 3، 4 و 5. وقتی
وقتی که این تمرین رو انجام میدیم یکم عضلات باسنمون سفت میشه و ممکنه که احساس درد بکنیم، ولی این تمرین داره رو قدرت عضله سرینی یا باسنمونم کار میکنه. بعد از یه دم و بازدم و یه استراحت کوتاه دوباره برمیگردم. میام اینجا توی تمرین بعدی انگشتان پامو میذارم روی زمین و از اینجا میام به حالت سگ سر پایین، در جا قدم میزنم، راست چپ راست چپ راست و چپ. حالا سعی میکنم کف پاها رو به زمین فشار بدم، شانه ها رو هل بدم به سمت پاها، بدنم رو مثل یه مثلث کامل کنم. دم و بازدم، نفس، دم و بازدم 2، دم و بازدم 3، 4 و 5. حالا از اینجا قدم میزنم میام به ابتدای مت، میام اینجا یه دونه آجر بر میدارم، آجرم رو میذارم اینجا، پنجه پامو میذارم، ببخشید در واقع سینه پامو میذارم روی آجر، کف پا روی زمین. حالا از اینجا رو میام پایین، 1 2. اگه انعطافتون به حدیه که دستتون به این نمیرسه میتونید یه آجر دیگر عمودی بذارید و به این حالت تمرین کنید. 3 4 5. حالا میام در پایین ترین حدی که میتونم نگه میدارم. 6 7 8 9 و 10. برمیگردم بالا، جای پا رو عوض میکنم. پای دیگر رو، سینه پامو میذارم روی آجر، پاشنه پام روی زمینه، دست میتونه اینجا باشه، حتی اگه کسی انعطافش بیشتره دستش رو روی زمینم میتونه بذاره، همه اینا درسته. یا اگه بدن خشکتری دارین دستتون رو بیارین اینجا. 1 2 3 4 5. حالا میایم در پایین ترین حدی که میتونیم نگه میداریم. 6 7 8 9 و 10. برمیگردیم بالا، پاهامون رو کنار هم دیگه جفت میکنیم، یه دم و بازده استراحت، پاهامو جفت میکنم کنار هم دیگه، قوزک های پا به هم چسبیده، دم میگیرم میام بالا و بازدم، برمیگردم دستمو میذارم اینجا روی آجر، قفسه سینه رو صاف میکشم بیرون و میمونم. دم و بازدم 1 دم و بازدم 2 دم و بازدم 3. اگه که انعطاف بیشتری دارین دستتون رو میتونید روی زمینم بگذارید، این بستگی به حد بدن شما داره. 4 و 5. حالا آروم زانوهاتو خم کن و پای چپتو یک گام بلند بیار عقب، بیا اینجا. دوباره اگر که مبتدی هستین و تازه دارین تمرین میکنین شاید یکم راحت تر باشه براتون که دستتون رو بذارید روی آجر، اما اگر که پیشرفته تر هستین میتونین دستتون رو بذارین روی زمین، آروم زانوی پشت رو بزنین زمین. 1 2 3 4 5. ادامه میدیم. 6 7 8 9 و 10. حالا آروم زانو رو میذارم روی پا، میذارم زمین و میام اینجا دستمو میگیرم پشت باسنم، جایی که بهش میگیم سنکروم، و از اینجا آروم هل میدم جلو. دقت بکن وقتی میام جلو زانوم توی راستای قوزک پام هستش و زانوم جلوتر نیومده. خب پس از اینجا 1 2 3 با نفس، 4 با نفس، 5. حالا میام در پایین ترین حدی که میتونم نشستم، لگنمو دارم میکشم به سمت زمین، شونه هامو نمیندازم جلو، شونه هامو میارم عقب، میارم عقب، میارم عقب، روی سر لگنم نگه میدارم. 6 7 8 9 و 10. حالا از اینجا آروم، اگر که آجر داری میتونی آجرتو بذاری سمت داخل پات، میبینی داخل، و دستتو بذاری روش، ساق دستتو بذاری روش و بیای توی حرکت لیزارد یا حرکت مارمولک.
اگر جزء افرادی هستی که انعطاف بیشتری داری، میتونی حتی ساق دستت رو روی زمین هم قرار بدی. منتها چون الان این ویدیو رو دارم مخصوص افرادی میگیرم که ممکنه بدنشون خشک‌تر باشه، دستم میذارم روی آجر. خیلی وقتا ممکنه که شما ببینید که اصلا یه آجرم برای من خیلی زیاده، بهار من بدنم خیلی خشکه. خب 2 تا آجر بذار، هیچ اشکالی نداره. ساق دستتو بیار اینجا و به این حالت بدنتو نگه دار. متناسب با بدن خودت، برای خودت ساپورت درست کن. دم و بازدم، چند نفس بمون. دم بازدم، نفس عضله داخل رانمون و روی رانمون داره باز میشه. چند لحظه اینجا میمونیم. دم بازدم. حالا آروم برمیگردم و میخوام یه دونه پلانک برم. تا اینجا اومدیم، یه دونه پلانک نریم. میایم اینجا، انگشتان دستمون رو میذاریم روی زمین، یکم پلانک رو نگه داریم. سر شونه هامون بیاد روی کف دستمون، پاها صاف. یکم به بدنمون قدرت بدیم. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. حالا از اینجا باسنم رو میکشم بالا و میام توی حالت سگ سرپایین یا downward facing dog، یا در زبان سانسکریت بهش حرکت آدوموکها شوان آسانا هم میگن. من هر 3 تا اسمشو میگم که شما بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. یکم اینجا میمونم، پشتم رو هل میدم به سمت پاها. توی این حرکت جریان خون توی تمام عضلات پشت بدنمون ایجاد میشه و از نوک انگشتان دست تا پشت پاشنه های پامون در حالت کشش قرار میگیره و یکی از بهترین حرکات انعطافی برای کل بدنمونه. دم و بازدم. حالا دوباره قدم میزنم، میام اینجا به ابتدای مد، پا رو جفت میکنم، یه دم میگیرم، یه بازدم، یه نفس میمونیم و ببینیم که چه احساسی توی پای راستمون داریم و این احساس چه تفاوتی با پای چپمون داره. آیا تفاوت پای راست و چپمون رو حس میکنیم؟ یه دم میگیرم، دوباره دستا رو میکشم بالا، میام اینجا و حالا پای راستم و یک گام بلند میذارم عقب. خب اومدم اینجا توی حالت چابک سوار. گفتم که اگر که تازه یوگا رو شروع کردی میتونی آجراتو بذاری زیر دستت و بیای اینجا. 1 2 10 مرتبه. 3 لگنتو باز کنی. 4 5 6 7 8 9 و حالا زانوتو بذار زمین، روی پاتو بذار زمین و بیا عقب، شونتو بیار روی سر باسنت نگه دار، دستتو بذار پشت باسن و از اینجا هل بده جلو. 1 روی ران داره کش میاد. 2 داخل لگن داره باز میشه. 3 دقت میکنی زانو توی راستای پاشنه است، جلوتر نزده. 4 و 5 حالا هل میدم جلو، نگه میدارم. 6 شاید اینجا خیلی برات سخت باشه ولی ازت میخوام که دل سرد نشی، ادامه بدی، چرا که با تمرین خیلی حالت بهتر میشه توی این حرکت و الان داری متوجه میشی که چقدر بدن من خشکه. به تبریک میگم، تو با یه حقیقت خیلی عالی روبرو شدی و الان میدونی که باید یه کاری برای بدنت انجام بدی. دم و بازدم. حالا از اینجا میایم توی حرکت لیزارد. دقت کن که زانو همچنان توی راستای مچ پامه. میتونم یه کوچولو پامو بکشم بیرون تر. ببین یه ذره پامو آوردم بیرون تر و حالا 3 تا حالت رو برای این حرکت بهت نشون میدم. حالت اول برای کسایی که خیلی بدن خشکی دارن 2 تا آجر میذارن زیر دستشون. حالت دوم برای کسایی که بدنشون یکم نرمتره 1 دونه آجر میذارن زیر دستشون. و حالت سوم برای کسایی که انعطاف خوبی دارن و بعد از این ویدیو میخوان 180 بزنن، ساق دستشون رو میذارن روی زمین. دم و بازدم، چند نفس اینجا میمونیم.
اگه دلت میخواد میتونی چشماتو ببندی مثل من تا آگاهیتو بیاری روی درون بدنت. به صدای تک تک عضلات و مفاصلت گوش کن. ببین الان دارن بهت چی میگن. گاهی وقتا ممکنه توی این حرکت داد و فریادشون بلند بشه از دست تویی که مدت زیادی بدنتو خشک و بدون تحرک نگه داشتی. میگن آخ داریم کش میایم، داریم پاره میشیم. ولی نگران نباش. بدن ما به این حد از کشش واقعا نیاز داره، واقعا، و جزئی طبیعی از حالت عضلات و مفاصل ماست که یه حد خیلی خوبی از انعطاف رو داشته باشد. حالا آروم کف دستا رو برمیگردونم روی زمین، پای پشتم رو میارم روی پنجه، میبینی اومدم اینجا و دوباره برمیگردم توی پلانک، نگه میدارم. 1، کف دستا رو فشار میدم به زمین. 2، 3، 4 و 5 و دوباره میام به سگ سر پایین. یه چند نفس دیگه اینجا پشت پاهامو میکشم، دم و بازدم، نفس، دم و بازدم، نفس، دم و بازدم. خیلی عالیه. حالا زانوها رو میذارم روی زمین، یکم اینجا میمونم برای چند نفس، ببینم چه احساسی توی لگنم پشت پاها ایجاد شد، ببینم که بدن من چه پیامی داره برای من میفرسته. دم و بازدم. خب چشممون رو باز میکنیم و دوباره برمیگردیم به حرکت پروانه‌ای که اول کلاس زدیم. ببینیم الان چه حسی داریم. برمیگردم توی حرکت پروانه، کف پا رو میذارم به هم دیگه و سعی میکنم تا اونجایی که میتونم پاشنه های پا رو به کشاله رانم نزدیک بکنم. اینطوری دستمو قلاب میکنم، قفسه سینه صاف. خب حالا توی اول تمرینمون ما اومدیم اینجا پایین بالا. خب میخوایم دوباره این تمرین رو انجام بدیم. پایین بالا، 1، پایین بالا، 2، پایین بالا، 3، پایین بالا، 4، پایین بالا، 5. حالا میخوایم بیایم پایین نگه داریم. 6 برای کسایی که انعطاف خیلی خوبی دارن میتونن سرشون رو برسونن به زمین. اگه احساس میکنی که بدنت خشک به زمین نمیرسه، یه دونه از آجرات رو بردار به حالت خوابیده، یعنی از ارتفاع کم میتونی سرتو بذاری روی زمین. یا اگه احساس کردی که این خیلی برات پایینه، نگاه کن آجرتو عمودی کن. خب آجرتو عمودی کن، بیا اینجا، سرتو بذار روش و آروم آروم بذار جاذبه زمین خودش زانوهاتو بکشه به سمت پایین و تو از انعطافی که داره توی کشاله های ران و لگنت ایجاد میشه لذت ببر. دم و بازدم بگیر. خیلی مهمه که نفس بگیریم و نفسمون رو حبس نکنیم. توی این حالت که هستیم بدن ما میخواد که ذهنمون رو متوجه درد بکنه. همش آلارم میده، پیغام میده و میگه به من توجه کن، به من توجه کن. خب ما یکم بهش توجه میکنیم، میگیم صدای تو رو شنیدم، میفهمم که داری چی میگی، اما در همین لحظه میخوام به نفسمم آگاه بشم. میخوام دم و بازدم هامو دنبال بکنم و اینجاست، درست در همین لحظه که دیگه پیام درد به مغزت ارسال نمیشه و تو از آستانه دردت گذشتی. دم و بازدم، دم و بازدم. برمیگردیم بالا، آروم پاهامون رو جمع میکنیم، یه نفس اینجا میمونیم. زمانی که داریم روی انعطاف لگنمون کار میکنیم و دائم داریم لگنمون رو باز میکنیم، یکی از بهترین حرکات مکملی که میتونیم بهش بدیم حرکت پیچ داینامیکه، یا به اصطلاح بهش میگیم برف پاک کن. تو همین حالتی که نشستم، دستامو میارم پشت بدنم، پاهامو میارم جلوتر و از هم دیگه باز میکنم. حالا پای راستم میاد زمین، پای چپم میاد زمین، پای راستم میاد زمین، پای چپم میاد زمین. چند مرتبه اینو میزنم تا عضلات مکملش کش بیاد، یعنی اینجاها کش بیاد
و این تعادل بین عضلات بدنم برقرار بشه. راست چپ، راست و چپ. خب حالا دوباره برمیگردم و میخوام با چند تا نفس بدنم رو سرد بکنم. اگر که از این تمرینات برای گرم کردن قبل از 180 استفاده کردی، الان میتونی بری و 180 تو تمرین بکنی. اما اگر توی سطحی هستی که هنوز نیاز داری توی این حرکات بمونی، همینجا با من بیا با هم چند تا نفس بکشیم. من برای اینکه پشتم رو صاف نگه دارم روی این آجر نشستم، کاملا استخوان دنبالچه یا سیت بون روی آجر. بعد قد بالا تنم رو کشیدم و میبینی که هیچ قوزی توی بالا تنم نیست. دستمو میذارم، چانم موازی زمینه، حالا یه کوچولو میارمش پایین تر و از اینجا دوباره به نفسم آگاه میشم. دم و بازدم هامو دنبال میکنم از پره های بینی تا کف ریم. نفسم رو ادامه میدم. دم، بازدم. به احساسی که توی بدنم ایجاد شده آگاه میشم. چه حسی دارم؟ و این احساس چه تفاوتی با حس من در ابتدای کلاس داره؟ دم، بازدم. دم، بازدم. از بدنم سپاسگزاری میکنم که به من فرصت داد تا بتونم روی عضلاتم کار بکنم و از بدنم معذرت خواهی میکنم برای تمام اون روزها و سالهایی که نیازهاش رو نادیده گرفتم، بهش توجه نکردم و به خاطر بی‌مدیریتی من بدن من در شرایط بدی قرار گرفت. همینجا به بدنم اعلام میکنم که متاسفم، لطفاً منو ببخش، متشکرم، دوستت دارم. حالا یه دم عمیق میگیریم از راه بینی، بازدم از راه دهان. دستا رو میاریم توی قفسه سینه، دستامون رو به هم میکشیم، دستا رو روی چشمان میذاریم، گرما و انرژی دستا رو میدیم به چشمامون. چند بار پشت دستا پلیک میزنیم، دستا رو از صورت جدا میکنیم و روی بدنمون میکشیم. ناماسته از قلب من به قلب شما. امیدوارم که روز خیلی خوبی در پیش رو داشته باشین. اگر دوست دارین که با من تمرین بکنید، میتونید توی کلاس های آنلاین و آفلاینمون شرکت بکنید. هم توی سطح مقدماتی و هم توی سطح پیشرفته کلی تمرینات جذاب دیگه با هم داریم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.